سلام از میکنیم به دوستان محفلی زیبای ظریفان. همه شما را به این پلار زیبا خوش آمدید میگوییم. اینک محفلی ظریفان آغاز گردید و طول چند روز است در این پلار زیبا محفلی ظریفان میانی مؤسسین مؤسسه تعلیم رقمی گوناگونی مؤسسه تعلیم شریف باخت جریان دارد. حالا امروز یکی از دسته‌های پرقوتی که در سالهای قبلی نیست موفقیت داشت و دارد مکتب رقم 6 شهر باخت منای مسابقه شهری هستند. دسته است که واقعا هم دسته پرقوت است. من این را با باوری گفته میتوانم و سالهای قبلی نیست چنین هم بود. برای شما کسکای زیبا این دسته عنوان گرفته است عرفان و حالا اعضای کمان را برای دسته عرفان آشنا می‌سازیم و پسان محفل را ادامه میدیم. رئیس کمیسیا سیدزاده آتاخان، دیرکتور تئاتر ولایتی موسیقی مسنوی با نام عطا محمد جان شهر باختر، استاد عثمان بلالی شاعر، صدر شعبه فیلم هنری و ریاست مؤسسه اداره فیلم در ولایت ختلان، رحمان زاده فضل‌الدین، دیرکتور مکتب صنعتی مجوانه شهر باختر، علوچی فرهنگ جمهوری ترکستان و معلم عزیز با راه همراهی می‌شود عبدالجبار بولارا، نماینده شعبه معارف شهر باختر. یادآور بشوید که محفل زیبای ظریفان از 5 شهر عبارت است. اقسام برای همین خرسک‌های زیبا و باقی با همه شما تماشای خوب تمام می‌کنیم. محفل زیبای ظریفان این محفل آزمونی است، از 5 شرط عبارت است. شرط اول این سلامنامه است، شرط دوم این سنجه حجبه، شرط سوم تقلید، شرط چهارم این رقص گروهی است و در نهایت شرط آخرین محفل زیبای ظریفان این پیشنهاد فرهنگ لباس پوشی است. حالا وقت رسیده است که دسته عرفان را روی صحنه می‌خوانیم پیش از سلامنامه. خرسک‌های زیبا نیست، دسته عرفان. فقط خواهش همین است که تالار با خاموشی رعایت سازد. ثبت تلویزیونی است. خواهش باقی با دسته عرفان قرار خوان هستیم برای اجرای شرط اول محفل زیبای ظریفان سلامنامه استقبال نگیریم دسته عرفان را.
او هیچ کس نیست کو؟ دلارم؟ او دلارم ای در کدام گور میگرده ای؟ بفکرم با ماشینی فروش نگه ای را با توی خطا کرده ماشین خریدن داده ممیدا دلارم او دلارم لبای معلم ای تو در کدام گور میگردی طلبا تیار نیست معلم من سردستکی امره شهلا رفته بودم او همه بچه ها رو همه شفا مانده برفتم و خیلی ای تو بیزار کردی خطی همون سام بکن گفتم جا فقط یک کس بگه دریکتور تو نظارت که با کار کنم معلم اون داشتر که مهرآور بشه وکی میا میگن نمیا فهم آنقدر گشته لاغتی پیش ارکی رفتم یا رئیستر نمارم آنقدر دیدی که مهرآور پیدا شی او بچه بیچاره جواب داده مهرآورم نو چون کنم من برابر شما کار کردیستم اگر تو قطعی کیویچکا جا نمیگیری من تو را قطعی کیویچکا مکتب داخل بکنم من رفتم معلم یا در کپسته بابا همون درکت نمیگو اون چه خیلی آدم خواه میگو ردی گلی چکه کار کنه با امروز باشه اگر جا نگیر همه تا ای مکتب دفت بکنه میگه توبه آخی راست میگه این نیسته در یک طرف مکتب ما تیاتری اتو محمد جانه در طرف دیگه مکتب موسیقی ای با در طرف سیم کو شعبه معارفه مال اما در طرف دیگه یا بزرگی دالو دار خب که تو کارش خمبه یا مرد ای دست گرفته بازار شکم سرکنی میره آخه بهش یکای شریف انتخاب فروش میرم واه گالو یفته میگن کو دیوانه بکار اختش شیاره بازار پیش یکای شریف میره این پیش یکای فضلی نمیره پیش یکای اسمان میره سلام ناممون رئیس میتا ای روز ما پیش یکای اتاقو نمیره ای روز نه درنگ تیاترش ماندیه بهانه تبریک نگفتم میره دل شمیومه ای نخوخ چخچه نبه های پس ما نرفتم عروسک‌های زیبا
دستگیری زیبا سیرفان خب خزکای زیبا بورسیشون بندازیم دوستانی بسا عزیز و ارجمند واقعا مؤثرین مؤسسه تعلیم رقم 6 شهری باختر برای استاد لایق شیرالی تلاش میکنند سعی میکنند تا کامیاب باشند سزاوار احسن آفرینان هستند و باوری هم است که موفق خواهند شد برایشان خرسک های خیلی زیبا رشته بیرفان و حالا برای ایجای بخش غیری کنکورسی آماده هستند که پیشکش ما و شما کنند حیثی بالا شما میگیرید تصویر زیبا
دوستان عزتمند برای خواهر عزیز ما مسلمه خرزکای زیبا احسن آفرینشان واقعا هم محفل ظریفان گیرما دارد. هر روزی که محفل زیبای ظریفان برگزار می شود هر یک چهره نو را روی این صحنه زیبا می آورد و اگرچه در بخش غیر کنکورسی هم بود خواهر عزیز ما مسلمه دست پروری مؤسسه تعلیم رقمی 6 هستند. احسن برایشان در این جلسه برایشان بلباری خوان هستند. حالا دوستان عزتمند رو به جانب اعضای حکمان میاریم برای باگذاریشان به سلامه دسته عرفان 5 5 5